و فی الارض قطع متجاورات، در روی زمین قطع های مختلف است، یعنی پیوسته با متجاورات که یکی با دیگه پیوسته است. در زمین هم الله متعال عجیب قطع های زمین پیدا کرده. این دو معنا داره. یک معنا الله متعال خاصیت های زمین هم با هم فرق دایش انداخته. در یک ولایت یک قسم میوه خیلی زیاد میشه، بوته را خوب سبز میکنه. در ولایت دیگر یک زمین تلخ است، دیگه شور است، یکی شیرین است. یکیش یک زراعت خیلی خوب چی میکنه میرویانه، دیگه زراعت. الله متعال خاصیت ها را، این تفاوت خاصیت ها را در زمین هم انداخته، به خاطری که ضروریات انسان ها برآورده شود. اگر در یک جای گندم میشه، در جای دیگه کچالو شود. در یک جای سیب میشه، در جای دیگه بعد کیله شود. شما میبینید که چیستا خاصیت های زمین با هم متفاوت است. دوم معنای از این قطع متجاورات این معنا داره که در زمین هم رنگای مختلف زمین میبینه. همین زمین است لیکن یک خاک سیاه است، دیگه خاک سفید است، دیگه خاک زرد است، دیگه خاک سبزگون است. شما میبینید که مختلف رنگا داره متفاوت. و جنات من اعناب، دیگه باغ هاست. از زمین تو را در باغ میکشانه. برو دیقان هستی، یک دفعه تو بیبی اونجا کرشمه قدرت الله متعال مشاهده کو که چه قسم تعجب آور و شگفت انگیز است. باغ یک باغ است، آب یک آب میخوره. آلی بیبی که میوه ها چه رقم، رنگا چقدر گوناگون است، مزه ها و طعمش چقدر گوناگون است، برگا چقدر فرقا داره، حجم درخت یا تنه درخت ها چقدر فرق داره. یک دفعه نظر بنداز. اینمی یکی از جمله کرشمه های قدرت الله متعال است. اولیم که تو الله را نشناسی و بگویی که ما نعوذ بالله بازم سجده را به قبرا بکنی، حاجتای خود از قبرا بخوی، باز الله قطعت کار داره که تو همی قدرم درک نمی کنی. و جنات باغاست من اعناب، از انگور و زرع کشته هاست، و نخیل خرماهاست، سنوان و غیر سنوان که دارای چند شاخ است و غیر سنوان که دارای چند شاخ نیست. ما انواع گیاه ها و بوته ها میبینیم، بعضی یک شاخ داره، بعضی از یک بیخ 2 3 4 شاخ بالا میکشه، مختلف است. یسقا بماء واحد، نوشانده میشه، سیراب میشه به یک آب. آب و هوا یکی است، اما یک هوا در باغ حاکم است. یک قسم طلوع حرارت آفتاب سرش میشه، یک قسم چی است زیر چی قمر قرار میگیره، باد و شمال می رقم. اما میوه چرا مختلف؟ رنگ میوه چرا مختلف؟ رنگ درخت چرا مختلف؟ الله متعال اشاره به این میکنه که ببینه چه قسم حالت ها را، تفاوت ها را الله در یک باغ، زمین یک زمین است، اینمی قسم چیست؟ الله متعال اینمی قسم درخت های گوناگون پیدا کرده. اشاره به این میکنه انسان از یک خاک پیدا شده ای، اما چیستا میوه ها گوناگون است. کسی میوه تلخ داره، کسی میوه خیلی شیرین داره، کسی خیلی میوه لذیذ داره. هر کس را خوش میکنه، کسی خوش نمیکنه. اینی حالات انسانیت هم است. انسان اگرچه سرشتش یکی است، اما تفاوت در اعمال و عقاید وجود داره، مثل که در یک درختای باغ تفاوت وجود داره. از همون خاطر است که یکی از جمله نشانه های قدرت الله قرار داده شده. و نفضل بعضها علی بعض، ما برتری میدیم بعضی از این میوه ها را بالای بعضی دیگرها فی الاکل، در خوردن. مراد از اکل یعنی در میوه ها برتری میدیم. یک میوه خیلی لذیذ است، کمیاب است، خیلی زیاد، یکیش دیگیش به او سیستم نیست، در حالی که آبی واحد از باغ خورده. یقینا انسان متأمل و متفکر اگر امی قسم در یک باغ نظر بندازه درک میکنه. تعجب خود در اینجاست، اگر در باغ برویم کلگی میل داره به مو میوهی که خیلی زیاد شیرین است، لذیذ است، هر کس ولو که قیمت بیشترم بپردازه امو میوه را میگیره. انسان ها نمیطور است. وقتی تو درخت درست خیلی خوش میکنی، انسان درستم کلی مردم خوش میکنه. هیچگاه نمیخواه که درخت خاردار کسی دست بزنه یا از اون میوه بچینه. اینمی قسم آدم زشت و خراب هم هیچ کسی نمیخواه که حتی سخن برش بگویه. چی درسی عظیم است. تو انسان خود امو درخت جور بکن که یقینا لذیذ باشی، هر کس خریدارت باشه و هر کس تو را بپذیره، قطع خود بگیره. نه ای که نعوذ بالله آدم زشت باشی که هر کس از پیشت نفرت داشته باشه. امو تو راست یک شاگردی که نعوذ بالله بد اخلاق است در لیلی پوهنتون بگوی عریضه سرش میشه که از خود رانده آخر جای پیدا نمیکنه. چرا که بد اخلاق است،
کس نمیپذیره، تحملش نمیکنه. از امو خاطر است انسان باید درس بگیره. بله اینمی گپا در خودی ما تعلق داره. این فی ذلک لآیات، یقینا در این تمامی چیزایی که ذکر شد لآیات نشانه های بزرگ قدرت الله متعال است، دلایل توحید و یکتاپرستی الله متعال است. چرا؟ زیر یک نظام درست به واسطه ذات الله که حکیم است، مدبر است، قیوم است، انتظام کننده است، توسط از صورت میگیره. لقوم یعقلون، برای قومی که از عقل کار میگیره، عقل خود در کار میپرته. نه اون مردمایی که دنبال هوا و هوس بندگی عیش و عشرت کرده الله را هم نمیشناسه، فقط در صدد عزیز شکم کی پر میشه، خواهشات نفسانی کی برآورده میشه. به اون طور مردما نه، کسی که صاحب مغز و اندیشه است، عقل داره، جوهر عقل در کار میندازه. و این تعجب فعجب قولهم، اگر تو تعجب میکنی پیامبر علیه السلام، راستی هم کارهای مشرکین کلش کارهای است که قابل تعجب است. بت از خود توسط دست خود بتراش، سنگ یا چوبه، و بعد از او بسیار بری از او عجزی کو، توافش بکو، او را مسک کو، تبرک کو، جنده دا او بسته کو، پس در گردن خود کو که مرا شفا میده. عجیب نیست؟ بسیار کارهای تعجبی است. اینمی بت پرستا را کارهای شما تعجب آور میدانیم، اما ما مسلمان ها خود نمیگیم که ما چقدر کارهای تعجب آور میکنیم. مرده را در قبر دفن کو، مردن به الله معلوم که هست یا نه، کلی خر مرکب برو دفن کو، لیکن یک بیرقه یک چوب بالا کو در شکم یک متر رخت بند کو، باز میبینی که مردم چقدر خاکی و قبر باقی نمیمانه. چندین مراتب توی را پس چی کو بپوشان، خاکش برده میشه، خورده میشه، جندش در گردنا بسته میشه، سنگایش در جان مالیده میشه. عجیب نیست؟ بسیار جای تعجب است. چه بدبختی های در این وطن حاکم بود. یقینا که کتاب الله نبود، مردم سرخ در بدر بود. یک شخصی پیدا نمیشد که همی عقیده را نمیداشت. امیال فعلا با وصفی که دروس قرآن موجود است، شما مردم هم میبینید در کدام حالت قرار داره. میره پیش کاهن، همه وجود خدا، طاقتها و قوتهای خدا در قدرت کاهن و ساحر میگذاره. زنان مردم تعجب نیست؟ سرنوشت تو رو او جور میکنه. او بدبخت اگر سرنوشت جور میکرد برای خود جور میکرد، پاچایی به خود میگرفت، به عزت مینشست. اما الله متعال عقل، واقعا کی کارا به عقل تعلق داره، عقل از این مردم سلب کرده. این مردم از عقل خود کار نمیگیره، در بدر خاک بسر است. ببینه پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه اگر تو تعجب میکنی از بسیاری کارهای از یا، پس خیلی جای تعجب ایگه پیشان است. فعجب، قابل تعجب قولهم، ای سخنشان است. ایذا کننا ترابا، که وقتی ما میگه باشیم ما خاک، یعنی ما این جسم ما خاک شوه، خاکستر مبدل شوه، اینا لفی خلق جدید، آیا ما در مخلوق جدید باز میایم؟ عجیب است. و بدبخت ابتدای تو چی بود؟ تو کجا بودی که الله تو را پیدا کرد؟ عجیب است. انتها خیلی سخت است. در اول حتی وجود تو نبودی، عدم بودید، الله پیدا کرد. حالی خلا اقل استخوانایت بوسیده شده، همونجا خو موجود است، خاکسترش خو موجود است. ذاتی که اول تو را پیدا کرده قدرت داره، آیا دوم نمیتونه؟ از او خاطر الله میفرماید اولئک الذین کفروا بربهم. کدام مردم است؟ این مردمایی هستند که انکار بر رب خود کرده. یک کسی که رب خود نمیشناسه، الله اکبر. این مردم به خاطر این گپا را چی میدانه؟ محال میدانه که باز چطور زنده شویم، به خاطر که ربوبیت الله را نشناخته. الله کی را پیدا کرده، تربیتش کرده، نمویش کرده، دی تفکر نکرده، ایج ناندیشیده، در ما حول خود ندیده که کائنات چه قسم پیدا شده. از او خاطر از این کار میکنه. یک دوم، و اولئک الاغلال فی اعناقهم. بله این مردمایی هستند که زولانه ها و توقا در گردنایشان است. کدام زولانه و تلق است؟ توق جهالت است، توق عناد و تعصب است، توق نعوذ بالله مخلوق پرستی و مزخرفات و شرک است. این توقات در گردنش است، از او خاطر از باز زنده شدن انکار میکنه. و اولئک اصحاب النار. این همی مردم ملازمین آتش است، هم فیها خالدون، همیشه در آتش می باشه. چرا؟ الله در دنیا اور چه قرائن مقرر کرد، پیغمبر را روان کرد، بازم قبول نداره. در این قدر گپا، در این قدر دلایل. و یستعجلونک بالسیئات. عجیب خویسته که کسی اگر میاد برای تو دعوت میده، لا اقل تو پیغمبر هستی، بله خیر دعا بکو که ما را الله کامیاب کنه، ما را اینطور بکنه. مردم اینطور سوال میکنه. اما این بدبختا در عوض راحت، در عوض خوشحالی،
برای خود غم و مصیبت و عذاب طلب میکنه که اگر تو پیغمبر هستی سر ما عذاب بیار. عجیب نیست؟ چی باعث بود؟ پیش از اینکه یا راحت طلب کنه عذاب طلب است. و یستعجلونک، از تو بس جلتی طلب داره، بالسیئات، به مصیبت و عذاب، قبل الحسنت، پیش از خوشحالی و راحت. نه، این مردم قدر بدبخت است، بجای از اینکه از تو مطالبه راحت بکنه که دعا بکن که خیر ما راحت شیم، میگه نه نه، اگر تو حق هستی بیار عذاب سر ما بیار. وقد خلت من قبلهم المثلات، او حال است که پیش از یا تیر شده او واقعات عذاب، او عذاب هایی که یقینا رسوا کننده بود، عبرت دیگران میشد. مثلات او مرده را میگه که اعضایش بریده شده باشه، بسیار رسوا شده باشه، ذلیل شده باشه. عذاب قومای سابقه خیلی عذاب کننده و رسوا کننده بود. این مردم چرا اینقدر پشت عذاب میگرده؟ آیا داستانای قومای سابقه برشان معلوم نشده؟ حالات تاریخیشان مشاهده میکنه که یک وقت او قلعه کافری گفته رایی بودیم چقدر قومای قوی بوده، در کجا زندگی کرده بودن، کجا شدن، چی کردن، چی آثار و نمونه از باقی مانده، چرا یاد درس نمیگیره؟ و این ربک لذو مغفرت للناس، یقینا پروردگار تو بله این مردم از مغفرت الله، از اینکه زود یار عذاب نمیده، از این سوی استفاده میکنه، استفاده غلط. البته میگه ما دائمیستیم و کسی نیست که انتقام از ما بگیره، حالان که طور نیسته که الله متعال چیسته مغفرت برای کسی مهلت داد حتما عذاب نمیده و عذاب سخت الله مانع رحمت الله هم نیست، الله رحمت هم میکنه. و این ربک لذو مغفرت للناس، یقینا پروردگار تو صاحب بخشش برای مردم است، مهلت برشان میده، انواع وسایل معرفت الله برشان برابر میکنه، عقل برش داده، حواس برش داده، نسب قرائن در بیرون کرده برای شناخت و معرفت خود، پیغمبران را روان کرده، کتاب روان کرده، راه های مختلف الله برای فهم و درک امین انسان ها که الله را بشناسه پیدا کرده، جور کرده. این مغفرت الله است، بخشش الله است. بازم موقع برات میده که به هوش بیایی. علا ظلمهم، به امرای گناه های از یا اینقدر تجاوز که شرک میکنه، بازم الله موقع میده. لیکن این موقع دادن اینطور نیست که یارا الله انتقام نمیگیره. و این ربک، یقینا پروردگار تو لشدید العقاب، سخت عذاب دهنده است. یا به اینطور فکر نکنه که ما به امن هستیم، فرمان الله که برسه باز میبینی که چی حالت میپیونده. و یقول الذین کفروا، میگویند کسانی که انکار از الله داره، از توحید الله داره، لولا انزل علیه آیه من ربی، این شبهه بالای نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این آدم خدا پیغمبر معرفی کرده، چرا برای ما اینی دلیل نمیاره؟ معجزه که ما میخوایم نمیاره. انما انت منذر ولکل قوم هاد، این خود شبهه از یا بود، اعتراض از یا بود. کدام معجزه که ما خود طلب داریم امور چرا نمیاره؟ الله متعال میگه نه، طلب کننده معجزه دو قسم است، یکی برای حق طلبی و حق جویی است. بله، اگر کسی راستیام در صدد پیدا کردن راه حق است، اما پیغمبر یک چیزی در مورد شک داره، اگر او مردم معجزه طلب میشه جایش است. چرا الله لازم کرده که پیغمبر خود تایید توسط معجزه بکنه، سند نبوتش بعد پیش بکنه؟ الله متعال بالکل کار میکنه. اما این مردم به مقصد چی نیست؟ حق طلبی نیست، حق جویی نیست. این مردم عنادن این معجزه را طلب میکنه. وقتی عنادن باشه معنای از این است که پیغمبر فقط بشینه هر کس برش بیا که معجزه مرا ظاهر کن، من اینی را طلب دارم تو آشکارا کده برو. جناب پیغمبر این اختیارات نداره، معجزه را خود الله صادر میکنه. بله، وظیفه تو نمایان است یا رسول الله. این مردم ها معجزه طلب میکنه. انما انت منذر، یقینا تو بیم دهنده استی از عذاب الله. یا رب فهمان که اگر نمیپذیره عذاب الله آمدن است، ما اختیارات معجزه پیش ما نیست، ما فقط انذار میکنیم. به کمال شفقت دل ما سرتان میسوزه که عذاب الله شما را احاطه نکنه. امروزم ما که دعوت توحید الله را و سخت پافشاری سری موضوع داریم، به این خاطر که ملت غرق میبینیم دمی حالت که در بدر خاک بسر هستند، از همون خاطر که جانش بدش آمده که مردم در مقابلش بخیزه. اما سری قوم دل ما میسوزه، مسئولیت داریم در برابرشان. الله از پیش ما سوال میکنه کدام بصیرتی که الله برات داده و تو او را برای کسی دیگر تعلیم ندی و نگویی، تو دیگه در اون صورت معلوم شد که تو در حقیقت هیچ نوع حس انسان چی را دوستی را نداشتی
مثل که یک عضو نبودی. از همون خاطر است که انبیا علیهم السلام کمال شفقت میکنه که امت خود از عذاب الله بترسانه که آمده نیست. ولی کل قوم هاد، برای هر قوم ای رهنماست. من فقط دو وظیفه دارم، از یک طرف شما را از عذابی خیلی خوفناک و خطرناک که دنبال شما آمده نیست، اگر در صورتی که دعوت نپذیره، از او شما را میترسانم که نکنه پیش از اینکه عذاب الله برسه بالکل خود آماده کنه بپذیری گپا. دومیست که من شما را رهبری میکنم که اینی راه نجات است، اینی راه هلاکت است. معجزات در اختیار ما نیست، ما متصرفین نیستیم که متصرف باشیم. الله یعلم ما تحمل کل انثی، باز موضوع دعوت توحید است. در اونجا الله متعال بیان تصرف خود کرده بود که کل کائنات در زیر فرمان و اراده الله به نظم دقیق حکیمانه الله در حرکت است، در جریان است و شما خود مشاهده میکنید. اونجا تصرف الله و مالکیت الله ثابت است. آلی امی برنامه ها چقدر دقیق چی شده، پیریزی شده و چقدر دقیق محاسبه شده، با طریق موزون همه چیز در جای خود وظیفه خود انجام میده. این تقاضای علم میکنه، علم محیط که هیچ چیز از علم الله بیرون نیست. الله یعلم ما تحمل، الله میدانه چیزی را که میورداره در شکم کل انثی، هر چیزای ماده، چه اگر انسان باشه یا حیوانات باشه یا هر چیزی که باشه، در شکم خود کدام چوچه یا جنین و طفل که برداشته الله مکمل میدانه. امروز هم مردم اعتراض میکنه، میگه نه معاینه چی میشه، تلویزیونی میشه، حتی روز ساعت طفل مکمل برشان واضح میشه، اینی قدر ساعت بعد این تو وضع حمل میکنی، این یوم معلوم کرد. جواب میگیم علم الله متعال متعلق طفل و جنین است که اینی جنین و طفل چقدر وقت در دنیا باقی میمانند، نیکبخت است یا بدبخت. تنها مسئله مذکر و مؤنث بودن نیست، تنها وضع حمل تاریخش نیست، بلکه حتی سعید و شقی و جنتی و دوزخی بودنش است و این علم غیر از الله متعال به کسی دیگری نیست. دومیست که علمی که توسط وسایل حاصل میشه، این علم غیب گفته نمیشه، بلکه خو علم توسط وسایل شد. غیب را میگه که بدون وسیله علم داشته باشی به یک چیز. و ما تغیید الارحام، چیزی را که ناقص یا کمی میکنه الارحام و رحمها. مراد از کمی رحمها اونموز یک معنایش است که امی طفل یا جنین در مدت پوریش تولد نشود، بلکه از او که در پیش تولد شود. و ما تزداد، آن چیزی که زیاد میکنه 9 ماه میعاد اصلی، اگر از 9 ماه پیش میشه این تغییز الارحام است، یعنی نقصان میکنه، یعنی کم میکنه رحمها. و آن چیزی را که زیاد میکنه، یک طفل از 9 ماه زیاد باقی میمانه، بعد از او تولد میشه. و بعضی مفسرین میگه مراد از تغییز الارحام است امو چی خونایی که جذب میشه توسط جنین و سبب تغذیه جنین میشه، این تغییز الارحام میگه. و ما تزداد، خونی که بعد از جنین میاد که نفاس برش میگیم یا در حالت مریضی ماهواری است، او را که زیاد میشه علاوه میشه، او را الله متعال مکمل میدانه. الله متعال اشاره سربسته به وضعیت جنین در شکم مادر کرد. یقینا انسانی که متفکر باشد، متأمل باشه، درک میکنه حقیقت خدا که در شکم مادر الله متعال طفل به کدام سیستم پیدا میکنه، چه قسم تغذیهش میکنه، سر و صورت میده، روح حدش میده، در این تاریکی ها چه قسم الله متعال بازوره در دنیا بیرون میاره. یکی از جمله کرشمه های قدرت الله متعال است. از این انسان دلیل میگیره که یقینا همه نظام ها حساب شده است، دقیق است، علم محیط الله همه چیز فرا گرفته. از همون خاطر اتونسته که یک امر بدون علم الله متعال باشه قطعا شده نمیتونه. اما در این صفتا هیچ کسی شریک نیست، نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی، نه کدام جن، نه کدام انس، هیچ کسی علم نداره. و کل شیء عنده بمقدار، جمله کوتاست اما خیلی پرمعنا. و کل شیء، تمام چیزا، عنده به نزد الله بمقدار، اینطور نیست تصادفی اتفاقی باشه، اٹکلی باشه، هر چیز به مقدار است. اول خو بعضی مفسرین میگه اشاره به ایسته کدام طفلی که در شکم مادر پیدا میشه الله متعال میدانه که به کدام وضعیت، به کدام حالت میتونه در بیرون تولد شوه. حجمش الله متعال برابر میکنه، نمیکنه که خیلی زیاد کلان شوه که ضرورت به این عملیات های چی شوه، نمیکنه که بیخی. الله متعال همه مقدار میدانه، لیکن اصلی یا تعلق تنها به جنین نداره،
بلکه در تمام مخلوقات الله و تمام کائناتی که در حالت حرکت و وظیفه اجرا کردن است مقدار داره، تقسیم اوقات داره، متناسب توزیع شده. اگر شب است، اگر روز است، اگر آفتاب است، اگر مهتاب است، اگر باران است، اگر ابر است، اگر کوه است، اگر زمین است، اگر جوی است، همه چیزا کلش به مقدار است، هر چیز برای خود. خصوصا میوه هایی که در درخت است الله فقط حجمش برابر کرده. شما ببینید که الله متعال چی انتظام میکنه. عالم الغیب و شهادت، عالم غیب هم است، چیزای پنهان از نظر شما، و شهادتی چیزایی که در نظرتان پنهان نیست. پیش الله غیب و شهادت نیست، کل شهادت است، هر چیز الله میبینه. اما به نزد ما الکبیر المتعال، اوتر الله بزرگ است، ذات الله المتعال که مرتبه الله صفت الله بلند و بالاست، هیچ کسی برابر الله شده نمیتونه. سواء منکم، برابر است از شما من او کسی اسر القول که سخنای خدا پنهان میکنه و من جهر بی، کسی که آشکارا میکنه همین سخنی خدا، کل گیر الله میدانه، در زبان آورده یا نآورده، در دلت گشته الله میدانه. صفت علم الله، اثرات صفت علم الله چی به بار میاره؟ انقلاب عظیم در وجود و در حرکت و در عمل و در عقیده انسان به بار میاره. اگر یقینا صفت علم الله در قلب انسان جاگزین شد، گاهی هم حرکت منحرف و حرکت بیجا قطعا انجام نمیدی، نفاق مکمل دور میشه. چرا؟ به خاطری که تو میگی که الله مرا میبینه. چقدر یک کسی میگه چیست؟ یک استاد به شاگردای خود چی را داده بود، بعد از اینکه تخرج حاصل میکرد سند برش میداد، قبل از سند دادن گفت بره یک امتحان میکنم یاره، باز بعد از او سند میدم. مرغ برش داده بود برای یک دانه کارت که بری را در جای حلال کنی که کس نبینه تانه. منظوری استازی بوده که تنها کتاب خونده، یعنی که از کتاب درس گرفته، یقینا حقیقت علم فهمیده. وقتی رفتن دویش در کدام بیرانه خانه و تاکا و تا شدن، این طرف سعی کرد که کس نیست، مرغ حلال کرد پس آورد. اما یک شاگردش که هر جای رفته بود نتانسته بود پس آمد. استاد سوال کرد که این دو چیست هم سنفیت کار کرد و تو نکردی؟ گفت استاد تو ما را گفته بودی که در جای الله کنی که کسی تو را نبینه، من اینطور جای پیدا نکردم که اونجا الله مرا نبینه. گفت این عالم شده، این دوی دیگر را باز شد. گفت بیشتین شما دیگر درس بخوانه. منظور از خواندن همیسته. من بس اوقات میگم اگر ما 10 سال در ترجمه قرآن بیم، اما اثرات شرک و مزخرفات باز ده ما دیده شود، در گردن بچه ما تار، در گردن بچه ما موره، بازم شویش تو چیسته دوده را از مردم آورده بریم، موحد نیستی را یاد داشته باش. اگر 10 سالم ترجمه قرآن کرده باشی، چرا که اثری ترجمه قرآن کریم در تو دیدن نشده. عقیده توحید الله زمانی رسوخ پیدا میکنه که تو آنقدر دشمنی گپا باشی که هیچ پرسان نکن، هیچ مجال نداشته باشی در گپا. یک موضوع. دوم، اگر درسای ما اثر در زندگی ما پیدا نکرد، ما در اینجا آمدم جور نشدم، نه حرکتم، نه اخلاقم، نه عملم همچنان، اگر مرداست اگر زناسته تغییر در ما پیدا نشد، باز واقعا که ما هیچ درس نخوندیم. این مفهوم برای ما میده. علت چیسته؟ علت ایسته که اگر یقین انسان به علم الله پیدا شود که الله علیم است، همه چیزه، راز اراده مرامل که سخن میگم به کدام نیت سخن میگم الله میدانه. از همون خاطر انسان کوشش میکنه که هر عمل خدا خالص برای الله بسازه. و یقینا اینمی عقیده به صفت علم الله دیگرگونی را در وجود انسان پیدا میکنه. انسان وادار به این میسازه که قطعا از نفاق کار نگیری، قطعا پای تا کج نگذاری. سواء منکم من اسر القول، برابر است از شما کسی که پنهان میکنه گفتار خدا و من کسی که جهر به آشکارا میکنه قول خدا. و من هو مستخف باللیل، کیست که پنهان کننده است خدا باللیل توسط شب، در تاریکی ها زیر لحافا خواب میکنی، چی تصامیم میگیری. عجیب آیت الله متعال است. بله بعضی مردم ها در این شبا پلانات طرح میکنه برای جلوگیری منع کردن راه های الله متعال، برای از بین بردن دعوتگرای الله رای الله. بعضی مستخفین نعوذ بالله در تاریکی در دزدی دست مندازه، بعضی دینمی طور حالت در زنا دست مندازه، کلش الله متعال خبر داره. یکا مستخفین بلیل میسته. و صارب بالنهار، کسی که راه میره در روز الله میدانه کدام طرف حرکت داری، مسیرت کجا، سرادی چی را داری. اگر چی به مردم وانمود نمیکنی اینطور که من این کاری غلط میکنم، اما الله قدمت میشناسه.
از همون خاطر این قدم فرق داره. قدمی که از خانه میبرایه تو خواهر الله میبینه که در نیت و اراده عزیزی یک دانه چی کار داری؟ جوراب. این دلیسه مریم میری، حالا که جوراب در کوٹی سنگی موجود بود، دمی سری سرک بوده، این در اونجا روزه بیگاه میکنی، الله حرکتی تا میدانه که به خاطر چی رفتی. تو بچه را تو جوانم الله متعال میبینه که از خانه برآمدی، والا کار دارم. چی کار دارم؟ هیچ. در جایی رفتی که اونجا اختلاط مرد و زن بود، کلش الله متعال میبینه. یک دم هیچ کسی از الله، حرکتی که تو میکنی الله میبینه. له معقبات من بین یدیه، برای الله است، یعنی در ملکیت الله است. معقبات تعقیب کننده، پیردارای الله متعال که یکی پی دیگری میه، من بین یدیه پیش روی و من خلفی از پشتی سر. یکی خو الله کرامن کاتبین مقرر کرده که نوشته کرده رویسته همه حرکات و اعمالتا. دوم برای حفاظت تو بنده هم الله متعال ملائکه مقرر کرده که تو را آسیب و اذیت نرسانه. گناه که میکنی اگر مورد مصیبت و لطکوب و گپان قرار میگیری، تا وقتی که فرمان الله نشوه در غیر از پیردارای الله قطعی تو هست. زمانی که الله بخواه که بری تو اینی گپ برسه، پیردارا خدا پس میکنه بعد از او. حتی اگر گجدم تو را میگزه، اگر مار تو را میگزه، اگر جنی سرت میشینه، اگر جنی داخل میشه، کلی از یاره زمانی میشه که الله پیردارای خدا بگه که یک طرف شوی که اینی کار سری از اوست. در غیر از او ملائک از تو دفاع کرده رویست، مکمل تو حفاظت میشی. این معقبات است. و من خلفی یحفظونه من امر الله، نگابانی میکنه اینمی انسان من امر الله، یعنی به امر الله، به حکم الله متعال یا انسان نگابانی میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم، یقینا الله متعال لا یغیر ما بقوم، تغییر نمیده او حالت خوب بقوم که به قوم باشه، حتی یغیر ما بانفسهم، تا که تغییر بده ما او صلاحیت ها را بانفسهم، او قابلیت ها را که در نفسایشان است. بله نفسا وقتی که از درون خراب شد، حالات بیرون هم دیگرگون میشه. دوم مانا ان الله یقینا الله متعال لا یغیر، تغییر نمیاره ما او حالت زبون و خرابه غلامی را، نعوذ بالله بقوم که بر بالای قوم است، حتی یغیر تا که تغییر نبیارن ما اونمو حالت بانفسهم که در نفسایشان است، تا که حالت خود تغییر نداده الله تغییر نمیاره. و اذا اراد الله، وقتی که الله اراده کنه بقوم به قوم سوءا، آفت بدی رساندن مصیبت، فلا مرد له، کسی نیست که او را باز داره، بازگرداننده کسی نیست. و ما لهم نیست برای از من دونی بغیر از الله من والن، کسی کارسازا موجود نداره. این آیت قانون بزرگ الله متعال است، بلکه جواب برای آن عده سوالاتی است که امروز ما دوچاری از او شدیم. کل مردم هم انتقاد داره. مسلمان ها با این نفوس خود، با این مراکز استراتژیکی که داره، با این موقعیتی که در جهان داره، با این چی هسته که همه چیزا در دسترسشان قرار داره، چرا حالت زبون داره، چرا خراب ابتر است. قرآن درس بر ما داد. ضرورت به این نیست که کتاب نوشته کنیم که عامل بدبختی مسلمان ها چی شد، عواملش فلان است، تاریخ ها نوشته شده که فلانی حکومت ها بودی بود، یا امروز ما و شما بگیم این کفار ما را آرام نمیمونه، این کفار اینا در هر جای مداخله کرده، اما ما متوجه به خود نشدیم. الله متعال همین جواب مکمل بر ما میده. دیگرگونی تا که در درون وجودت پیدا نشه، در بیرون دیگرگونی پیدا نمیشه. انقلاب نمیه. تا وقتی که تو از مرگ میترسی، تا وقتی که تو پیسه را دوست داری، چیره راحت و زیر لاف خواب کردن دوست داری، گایم نگو که چرا این حکومت ها آمده سر ما چیسته حکومت میکنه و همه چیزی ما را به یغما میبره. این گپا را نزن. در انقلاب در خود بیار. تا که در درون انقلاب نبیاری، بیرون حالت خوب نمیشه. معلوم شد که سرنوشت هر انسان و هر ملت و هر دولت در دست خودش است. خود از درون انقلاب بیاره، خود به خود اثراتش بیرون نمایان میشه. ما چرا اینطور هستیم؟ آیا دنیای کفر خیلی ملامت است که سر ما حمله کرده؟ نه، ملامت خودی ما هستیم. چرا که دین خود اعلان کردیم، پراگندگی را پیدا کردیم، موقع را دادیم به دشمن که سر نفوذ کنه، داخل شوه، سر ما حمله بکنه. در مورد شیطان هم اینطور است. شیطان تسلط سری بندگان الله نداره که مخلصین است. تا وقتی که تو در کنج قلبت جای ندیده شیطان، تا او وقت شیطان سری تو تسلط نداره. بیرون تیر میشه، وسوسه میکنه، لیکن سر زور نیست. اما وقتی در قلبت جا دادی، آلی در هر طرف خانه کده رویسته، آلی دیگه تو را سرگردان میکنه.
ما مسلمان ها پراگنده شدیم، آرا و افکار در جای قرآن و سنت قرار دادیم، تیت و پاشان شدیم، به دشمن موقع دادیم که بیا او را سرکوب کو. خود ما قطعی دشمن کمر بسته کردیم، سلا را گرفتیم، در مقابل مسلمان دیگه استاد شدیم، سرکوب که در رویسته. باز میگیم والا دنیای کفر این استعمار آدم آرام نمیمانه، اصل گناه از خودیت است. استعمار پدرش قدم اینجا مانده نمیتونست. امریکا چی باشه که اینجا بیا؟ آیا کروزش از امریکا در افغانستان رسیده میتونه؟ آیا تیارش که تیل پرت تا افغانستان بمبارد کرده میتونه؟ خود تو جناب هستی، تو یا پاکستان بمبارد کرده میتونه، تو جناب هستی، میدان هوایی دادی، رای بحر دادی، وسایل برش دادی، تو مسلمان. کلی گپا از خود است، تمام بدبختی ها از خود مسلمان است، مسلمان سری خود آورده و این علاج است که قرآن بیان میکنه، اما مردم نمیدانه. مردم تمام ملامتی را سر دیگران انداخته، خود در خود نظر نکرده که من موقع را چطور زمینه سازی کردم برای آمدن دشمن. برای آمدن دشمن امیال دفاع پیشش نمیکن. لوی جرگه تان مکمل نگفت که باید نیروی امریکایی نبره، نگفت، خودشان میگه. قرآن براتون میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم، الله تغییر نمیاره به بالای قوم تا وقتی که تغییر به نفسای خود نبیاره. امروز خودتان میبینی جواب تمام سوالاتی که امروز دوچار مسلمان ها میشه توسط یک آیت قرآن کریم است، فقط تا که ما آل خود نسازیم، یقینا متوجه حالت خود نباشیم. ما کدام بندگی الله را کردیم؟ ما به کدام آیت قرآن عمل کردیم؟ ما کدام تعلیمات رسول الله را در زندگی خود تطبیق کردیم که ما طمع ازی داشته باشیم که الله سر ما نعمتها بکنه و ما را مورد احسان قرار بده؟ ما یک روز آیت قرآن را پشت سر انداختیم، تعلیمات پیغمبر، سنت های پیغمبر دشمنی کرده رویستیم و بازم توقع داریم که ما کامیاب باشیم، دنیای کفر زبون باشه. کلا و قطعنا ای وعده قرآن است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.